در کانون برنامه‌ریزی کلامی البرز خب دوره‌های خیلی مختلفی برگزار شده تا الان و همچنان هم برگزار میشه. ما دسته‌های مختلفی رو گذاشتیم. یک دسته خیلی بارزمون که شاخه اصلی NLP هست به عنوان دوره تکنیسیان، مهندسی و مستری که در واقع یه جوری علوم تخصصی ماست و زیرشاخه‌های مختلف مثل دوره مدیریت کسب و کار که به 3 دوره مختلف تشکیل شده: دوره بیزینس کوچینگ، مستر کوچینگ و خود کوچینگ که در مجموعه ما در حال برگزاری هست و همچنین دوره‌های کوچینگ خانواده یا هیپنوتیزم اریکسونی و از جمله دوره‌هایی که مربوط به تایپ‌های شخصیتی و آناگرام میشه تا به امروز در مجموعه ما فارغ التحصیلات زیادی رو از این مجموعه داشته.